سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پسای خانگی. ما امروز همراه یک نمود شاورما با فرش تیار میکنیم. عجایبات با لذت است. محصولات به ما لازم است: 100 گرم فرش، 2 دانه تخم، 50 گرم سیر ما اتیارکی میداش گذرانیدم الکی، مرچ، نمک لازم است. ما فرش گرفتیم. فرش به 2 دانه تخم همراه میکنیم. سیر، مرچ، نمک. همشه خوش رو آمیخته میکنیم. محصولاتی تیار کردگیمه که در سکرواتکا میپزیم. سکرواتکا ما گرم شد، کمتر روغنکی چرب میکنیم. یک کابلیچه محصولاتمه گرفته سکرواتکا با چالپاکچه میکنیم. که چاپا میکنیم. همین طور پخته میگیریم. من چالپاکچه گوشتی پخته گرفتم که به درون همین چالپاکچه ما چی لازم؟ من 2 قاشق سمیتانه، مرچ، کمتر اوکراپ، پمیدور و بادرینگ لازم. ما حاضر همین سمیتانه با مرچ و همین اوکراپامو همراه کرده آمیخته میکنیم. آمیخته کردم که نمی چالپاکچه‌مو با شروع کرده میمالم. کمتر بادرینگو پمیدورم میگذاریم. کنینامه میپیچانیم. مثل می شاورما کره میپیچانیم. همه چالپاکچه‌مو با میخکره سمیتانه و اوکراپ مالتا پمیدور و بادرینگ میکنیم. چگونه میبینید شاورما گوشتی ما هم تیار شد. اکنون درونش ریزه کریم ببینیم چه تیار شده است. چگونه میبینید عجایبات تیار شده است. شما هم حتما برای افطاری نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.